شما در اتاق فرمایید. خیلی خوش آمدید به دهمین آکت رونمایی از کتب برتر سال انتشارات نمای علم و سنجش و دانش. بریم سراغ سرکار خانم عاطفه جعفری قلشوری برای کتاب دوران طلایی. دوران طلایی راهنمای عملی برای نوجوانانیه که میخوان بهترین نسخه خودشون باشن و این روزها چقدر این مسئله مهم شده برای نوجوانان ما توی سن تینیجر. بفرمایید. به نام خداوند قلم، آفریننده زیبایی ها و پرورش دهنده جانهای پرسشگر. سلام خدمت شما و حضار محترم. عاطفه جعفری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی، روانشناس نوجوان، مشاور مدرسه، مشاور تحصیلی و مادر یک نوجوان. فکر کنم پاسخ اینکه چرا این کتاب رو نوشتم مشخص شد. در دنیای زندگی میکنیم که متاسفانه نوجوانان زیاد بهشون توجه نمیشه. شاید الان خانواده هایی که نوجوان دارن گارد بگیرن که نه، من خیلی بهشون میرسم، نمیدونم محاله که من بهش نرسم، از نظر مالی، از نظر رفتاری باهاش هماهنگم. ولی تو این چند سالی که من دارم با نوجوان کار میکنم و پای حرفهاشون نشستم، پای درد و دلهاشون نشستم، نه اینجوری هم نیست. همش داریم نصیحت میکنیم. بیشتر نوجوانایی که الان برای ما هستن مربوط میشن به ما مادراشون هستیم، پدراشون هستیم، دهه 60. ما دهه 60 خیلی از موارد برامون تابو بوده و دقیقاً همونها رو داریم نسبت به فرزندان خودمون خواسته و ناخواسته اجرا میکنیم. یکی از اون مسائلی که خیلی مهمه تغییرات جسمیه. خیلی از خانواده هنوز بلد نیستن تغییرات جسمی رو توضیح بدن. یه مثال واقعی بخوام براتون بزنم که باعث رو چند سال پیش من به فکر نوشتن یک کتاب تو این زمینه بیفتم. یه نوجوان دختری بود که تو سن 10 سالگی عادت ماهانه شد و مادرش خیلی با اینکه پدر و مادر تحصیل کرده بودن، تحصیل کرده‌ای که میگم هر دو کارشناسی ارشد داشت، اومدن چیکار کردن؟ بدترین رفتار رو با این دختر نوجوان داشتن و این نوجوان حتی میترسید که نوبت بعدی عادت ماهانش برسه و باعث شده بود که استرس و اضطراب فراوانی بگیره. مادرش میگفتش که نه، این اتفاق باعث شده قدش کوتاه بشه و هزار تا اتفاق دیگه. خب اتفاق افتاده. نسل الان به خاطر تکنولوژی باعث شده که زودتر به سن بلوغ برسه. با نوجوانایی که صحبت میکنم بیشتر دنبال اینن که راهنمایی عملی بهشون بشه، نه اینکه ما بهشون نصیحت بکنیم. و این کتاب از اسمش هم که مشخصه، راهنمای عملی واسه نوجوانانه. اینا دنبال اینن که یه نفر بهشون بگه خب این راهو رفتی، اشتباه بود، حالا چی کار بکن، یا میخوای فلان راه رو بری، اینجوری بری میتونه بهت کمک بکنه. و من اومدم اگر آماده کرده بودم که فصل‌ها رو توضیح بدم، ولی متاسفانه تایم کمی بهمون داریم میدین. حالا نمیدونم میتونم فصلاشو بگید یا اونایی که مهم‌تره رو بگید، حالا 3 دقیقه وقت دارید. کاری که من کردم، اول اومدم نوجوانی رو برای خود نوجوانان باز کردم که اصلا نوجوانی چیه، تغییرات جسمی چیه، تغییرات روح و روان چیه، ارتباطات چیه، دایره ارتباطات با کیا شروع میشه و ممکنه به کیا ختم بشه که یکی از اینها خانواده، دوستان، حالا گروه‌های تیمی و گروه‌های مجازی هستن. حتی اومدم از کسایی که توی اینستاگرام دنبالشون میکنن براشون توضیح دادم. درسته همه ما میایم به اینا میگیم که چی، اینستاگرام بده. نه،
وای چقدر وقت توی اینترنته. ولی من اومدم بهشون گفتم اگر قراره که از این اینستاگرام استفاده کنی اشکال نداره، ولی قسمت آموزشش هم استفاده کن. اگر قراره اینستاگرام رو دنبال بکنی 20 دقیقه وقت بذار، 20 دقیقه کار دیگه انجام بده. خیلی هاشون کارآفرینن، واقعا میشه بهشون راه داد و من اومدم این رو هم باز کردم که میتونی کارآفرین باشی. بر اساس سنت میتونی در هفته چند ساعت کارآفرینی کنی با ایده هایی که میتونه کم خطر باشه و پربازده. یکی از فصلایی که خودم خیلی دوست دارم فصل هنر شکست خوردنه. ما متاسفانه چون نسل‌های خودمون خیلی هی گفتن شکست خوردیم، هی می‌خوایم بچه‌هامون شکست نخورن، ولی نه، بذاریم شکست بخورن و بهشون بگیم از این شکست‌ها درس بگیرن، نه اینکه فقط شکست بخورن یا نذاریم ما اصلا شکست بخورن. ما نمیذاریم شکست بخورن، وقتی به سن 18 19 سالگی رسیدن می‌خوایم وارد بازار کارشون بکنیم، می‌خوایم وارد جامعه بزرگتر بکنیم و دچار استرس و اضطراب شدید میشن و من اینها دست و پنجه دارم نرم میکنم و اون موقع خانواده میاد میگه من تو تربیتم کم نذاشتم، چرا بچه‌م اینجوری شد؟ و اون موقع وقتی با هم بررسی میکنیم میبینیم که تو قسمت تربیتی دچار مشکل شدن. اومدم سواد مالی رو براشون به صورت کوچیک توضیح دادم، اومدم تکنیک ها رو بهشون یاد دادم تا بر اساس اون تکنیک های خیلی ساده چیکار کنم به یه سری راه حل ها و یه سری پس انداز ها برسن. از استرس و اضطراب گفتم و یه چیزی رو هم خدمتتون عرض کنم. من این کتاب قرار تکمیل کننده داشته باشه، تکمیل کننده واسه والدین، البته یه کمی به زبان بهتر. این خیلی ساده و برای اینکه نوجوانانی که من باشون صحبت می‌کردم بیشتر میگفتن ما کتابایی که می‌خونیم همش میگه نوجوان اینه، نوجوان اونه، همش کتابیه. من حوصله این نصیحت‌ها رو ندارم. اگه می‌خوای کتاب بنویسی، یه کتابی بنویس که من بفهمم، مال زبان خودم باشه، به هم بگو چجوری به راه برسم. و من اومدم از این روش استفاده کردم و برای خانواده ها هم قراره یک کتابی نوشته بشه انشاءالله به زودی و تکمیل بشه، یعنی اطلاعاتش جمع آوری شده، تحقیق ها انجام شده و باید نوشته بشه که به بگم به خانواده ها که با نوجوانتون چطور رفتار بکنین. نوجوانی هم الان میدونی تقریبا از سن 12 سالگی شروع میشه تا 18 سالگی، ولی با توجه به فشارها و شرایط و تحصیلات، افزایش تحصیلاتی که بچه‌ها دارن تا سن 20 و حتی در جهان به 24 سالگی هم رسیده این دوره نوجوانی، ولی ما باز هم توی ایران همون 18 سال رو در نظر گرفتیم. در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. برای تشکر کتاب شما با توجه به تحقیقاتی که شما کردید میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. خودتون رو جای اون بچه‌ها قرار دادید. بله، خب من گفتم یه دختر نوجوان دارم و همین باعث شد البته من متن اول کتاب تاثیر گرفته یا نه؟ هنوز نذاشتم بخونه کامل. ولی خب نتیجهش اون وقت مشخص انشالله. ولی خب چیزهایی که تا الان بلد بودم رو سعی کردم بهش یاد بدم که نتیجهش توی این کتاب استفاده شده. ولی خب کتاب رو هنوز نخوندم. حتی اگر بخوام مقدمه کتاب رو که تقدیم به دخترم کردم رو براتون بخونم، دقیقاً از ایشون الهام گرفته شده. میگم چند تا هدف فرعی این کتاب داشت که همین دانش آموزانم بوده که توی مدرسه یا توی کلینیک دیدم و هدف اصلی واسه این نوشتن دخترم بوده که این اقدام رو کردم. حالا اگر اجازه بدین بخونمش. تقدیم به آوایم، به آوای قلب خانه، آوای زندگیم. هر کلمه این کتاب پر سپیدی است که از تو آموختم. از همان روزی که دنیا را با چشمان کنجکاوت کشف کردی، به من یاد دادی که نوجوانی یک مرحله نیست، یک معجزه است. این کتاب را نوشتم تا رازهای رشد را با زبانی که تو میفهمی بگویم، ترس‌هایت را به آغوش بکشم و تبدیل به قدرت کنم و مهمتر از همه بدانی که حتی وقتی بزرگتر شدی همیشه میتوانی به نسخه نوجوانیت برگردی و از او انرژی بگیری. مادران همگاهی نیاز دارند چشمهایشان را ببندند، دوباره نوجوان شود. امیدوارم این کتاب پل میان من و تو باشد. همیشه کنارت هستم. خیلی ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردید. خوشحال شدم از دیدنتون. ممنونم. سلامت باشید. تشریف بفرمایید سرکار خانم قلعه‌شوری و جعفری هستم. جعفری حتما مال کجاست قلعه‌شوری؟ مال اصفهان. اصفهانه. اصفهان هستید. خب واسه افتخار کنیم به اون پسوندگی خانم جعفری قلعه‌شوری. زنده باشید. بفرمایید.
به نام خداوند زیبایی‌ها و پرسشگر جان‌ها. عاطفه جعفری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی، روانشناس نوجوان، مشاور تحصیلی و مشاور مدرسه. کتاب من به اسم دوران طلایی یک کتاب عملی است برای نوجوانان عزیزی که دغدغه‌هاشون رو شنیدم، شادی‌هاشون رو دیدم، غم‌هاشون رو باهاشون تجربه کردم و در کنارشون حرف‌ها رو بسیار شنیدم و به جان دل زندگی کردم. من مادر یک نوجوان هستم و این دغدغه‌ها رو در کنار دانش آموزان و دختر خودم به عینه دیدم و همین باعث شد که بخوام یک کتابی جدایی از نصیحت و پرسش و کتاب‌های تئوریک داشته باشم تا به اون دانش آموزان و نوجوانانم بتونم کمک بکنم تا عملی به چیزی که مد نظرشون هست برسم. کتاب دوران طلایی دومین کتاب بنده هست و کتاب اولم در مورد آموزش فراشناختی و کیفیت زندگی و سرسختی امدادگران بود که اون کتاب هم باز برمیگشت به زندگی و کیفیت‌های زندگی و استرس‌ها و اضطراب‌هایی که وجود داره. خوشحالم که امروز در این مراسم شرکت کردم و کتابم به عنوان یک کتابی که بکر بود به قول یکی از دوستانی که باشون در ارتباط بودم توی انتشارات دانش و سنجش و به هم گفتن که این کتاب یک موضوع جدیدی داره و خیلی خوشحال شدم که نه تنها این موضوع واسه خودم جدید بوده، از دید انتشارات هم جدید بوده و واقعا خیلی زحمت برام کشیدن چون من خیلی ایراد گرفتم واسه طراحی این کتاب، چون می‌خواستم این کتاب جوری طراحی بشه که هم مخاطب نوجوان پسرم و هم دختر رو شامل بشه و 3 بار شاید این طرح رو عوض کردن تا اون طرح مد نظر من ارائه شد و تونستم قبول کنم. خیلی خوشحالم که دانشگاه تهران و انتشارات نمای علم و دانش و سنجش یک شرایطی رو برای مؤلفین فراهم کردن تا بتونن کتاباشون رو به خوبی چاپ کنن و کتاب‌های برتر رو انتخاب میکنن تا اونها بتونن راه درست رو پیش برن و موفق‌تر عمل بکنم. امیدوارم بتونم کتاب‌های بعدی رو که در حال نگارش هستم با انتشاراتی که در ارتباط بودم مجدد بتونم چاپ کنم و بتونم کتاب‌های خوبی رو تقدیم نوجوانان کشورم کنم.